سلام، تو این ویدیو میخوایم در مورد اینکه چجوری با فایل متنی کار کنیم و همینطور چطوریم توی ترمینال با تکست ها کار کنیم، در واقع با متن ها و رشته ها. همونجور که قبلا تو جلسه قبلی هم در موردش صحبت کردیم، ما یک کامندی داریم به نام کامند cat که در واقع واسطه اون ما میتونیم یک فایل متنی رو توی ترمینال دامپ کنیم یا خروجیشو ببینیم. در واقع برای اینکه ما بتونیم این کامندا رو خیلی خوب باشون کار کنیم و قشنگ از نزدیک لمسشون کنیم، میریم توی اینترنت دنبال یه فایل متنی که مثلا چند پاراگراف داشته باشه میگردیم که دانلودش کنیم. از این قسمت من تعداد پاراگراف ها رو میذارم همون 5 تا، به نظرم کافیه. 5 پاراگراف متن میده، اینو کپی میکنم. خب میریم داخل ترمینالمون. از اینجا بعدش میخوایم از داخل ترمینال پیش ببریم. میخوام ببینم الان کجام. pwd رو میزنم همونطوری که قبلا گفتم. خب توی هومم و تو گوشه خودمم، تو گوشه یوزر خودمم یک دونه فایل تکست میسازم به وسیله کامند تاچ که قبلا در موردش صحبت کردیم. یه دونه فایل تکست میسازم، اسمشو میذارم sample.txt و اینم دقت داشته باشین که لزوما نمیخواد فایلمون txt باشه، فایل مثلا js باشه، پایتون باشه، هر چیز دیگه باشه، فقط متنی باشه. شما میتونین از این کامندایی که الان داریم صحبت میکنیم استفاده کنید. خب ما این فایل sample.txt رو ساختیم. توی لینوکس، حالا توی اوبونتو به صورت دیفالت نصب به این یک ابزاری داریم به نام نانو. یک ادیتور خیلی بیسیکه که به صورت دیفالت روی لینوکستون نصبه و شما کافیه که صرفاً میدونین صرفاً بنویسین نانو و بعد اسم اون فایلی که میخواین توش با تون ادیتور باز کنین رو بهش بدین و براتون باز کنه. و خوبی این ادیتور اینه که شما صرفاً اون فایلتون رو توی همین ترمینالتون باز میکنین، داخل محیط جدیدی براتون بازش نمیکنه. خوبی این قضیه چیه؟ خوبی این قضیه اینه که شما وقتی که دارین به صورت ریموت با سرور ارتباط برقرار میکنین، دیگه خیلی راحت میتونین از طریق ترمینال خود اون سرور وارد ادیتورش بشین و اگه بخواید جایی رو تغییر بدین خیلی راحت این کار رو انجام بدین. درسته امکاناتی که به عنوان مثال VS Code بهتون میده رو شما هیچ وقت نخواهید داشت، ولی میتونه خیلی سریع کارتون رو راه بندازه. حالا در صورتی که نیاز بود واقعا به یه ادیتور خیلی پیشرفته تر اینا، میتونید از VI یا ویم یا هم که این نسخه جدیدش نئوویم که خیلی پلاگینای زیادی روش میتونید نصب کنین، میتونید از اون استفاده کنین. حالا هوش مصنوعی هم باهاش ترکیب میشه، میتونید شما پلاگینای آتو کامپلیت هوش مصنوعی روش نصب کنین، کوپایلوت و اینا رو روی نئوویم و براتون به صورت اتوماتیک بهتون پیشنهاد بده، حالا کد یا متن یا هر چی. من یک بار این کارو کردم، ظاهرا این فایل sample.txt رو من یه بار ساختم و این متن رو توش گذاشتم. خیلی کار پیچیده‌ای نیست، شما با این نانو فقط صرفا این فایل تکست رو باز می‌کنید و بعدش توش متن رو قرار میدین. خیلی پیچیدگی خاصی نداره. خب ما می‌خوایم با این فایل کار کنیم. من از این ادیتورم میام بیرون، کنترل ایکس رو میزنم. کنترل ایکس رو که بزنید در واقع از نانو میاد بیرون. نانو این زیر یه سری کامندا داره، یه سری کامندای بیسیک داره که شما اگه که بخواید دیگه خیلی درگیر داکیومنت اینا نشین، میتونید از همین کامندا استفاده کنید و صرفا کارتون رو راه بندازید. من کنترل ایکس رو میزنم، میخوام ببینم که خروجی های در واقع اطلاعاتی که داخل این فایل sample.txt هست چیه. می‌نویسم cat sample.txt. خیلی خب، به همین حالت که می‌بینین اینجا ما الان یه فایل تکست داریم که حالا چندین پاراگراف داره. اینجا بیشتر از 5 پاراگرافه، حس می‌کنم اینجا 10 تا 12 تا پاراگرافه، واسطه اینکه من قبلا پر کردم. یعنی یک طور این مرحله رو همون جوری که با هم رفتیم انجام دادم. ولی خب اهمیتی نداره، ما می‌خوایم صرفاً با اون متنمون کار کنیم. اولین کامندی که باش کار کردیم خب همین کامند کتمون بود که کل فایل رو نشون میده. بعضی وقتا هست که ما می‌خوایم صرفاً در واقع کل این فایل، کل محتویات یک فایل رو برامون توی ترمینال نریزه. به چه دلیل؟ به این دلیل که بعضی وقتا یک فایل کد خیلی طولانیه، مثلا 500 600 خط رو مثلا توی ترمینالمون باز می‌خوایم بکنیم و خب پوینتش اینه که می‌خوایم خط به خط به تو اون فایل تکستمون اسکرول کنیم و نمی‌خوایم که به صورت یک جا کل اون فایل رو توی ترمینال برامون نشون بده و بعد ما رو ببره انتهای فایل و ما همش اسکرول آپ کنیم که مثلا برسیم به ابتدای فایل که بتونیم بخونیم چه اتفاق افتاده. برای این قضیه از کامند list میتونین استفاده کنیم. کامند list چیکار میکنه؟ میاد بهمون این قابلیت رو میده که شما بتونید پیج بای پیج یا خط به خط، لاین بای لاین بتونید یک فایل رو در واقع اسکرول کنین توی ترمینالتون. من می‌نویسم list و بعد اسم اون فایل sample.txt رو می‌نویسم. همونطور که می‌بینین برام فایل رو خروجی گذاشت. من میتونم هم با اسکرول کردن در همین حالت در واقع با اسکرول موس هم در واقع اسکرول کنم توی این فایل، همین که با دکمه‌های بالا و پایینی که در واقع روی کیبوردم دارم میتونم این کارو بکنم. هم با اینتر میتونم برم خط بعدی، میتونم لاین به لاین برم جلو و همینطوری بین این خطوط در واقع حرکت کنم. یه دستور دیگه هم که در واقع ما داخل این لیست داریم، یکی از حالا امکاناتی که این لیست به ما میده اینه که شما میتونین که سرچ کنین توی متنتون دنبال اون کلمه‌ای که میخواین بگردین.
حالا نمیدونم پیش زبان سیستمیه، ولی خب مثلا من یک کدوم از این کلمه ها رو میخوام دنبالش بگیرم و فرض میگیرم که پیداش نمیکنم. مثلا این کلمه کراس، مثلا نمیدونم پرونانس درستش چیه، کراس رو من اینجا سرچ میکنم. وقتی میزنی همونطور که میبینی این قسمت برام هایلایت میکنه کلمه کراس رو. حالا اگه جای دیگه هم تکرار شده باشه باز هم برام هایلایتش میکنه همونطور که میبینی. یکی دیگه از قابلیت‌ها یک حالا به صورت کل این کاماند لست داره. اگر که شما وارد داکیومنت هر کدوم از این کاماندهایی که ما کلا تو این دوره در مورد صحبت میکنیم بشین، کلی آپشن ها و فیچرهای مختلف خودشو داره، ولی صرفا ما میخوام اون اصلی‌ها رو در مورد صحبت کنیم، اونا که خیلی کاربرد داره در مورد اونا صرفا صحبت میکنیم که صرفا بتونیم یه استارتی بزنیم و هر چه سریعتر وارد مباحث پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر مربوط به لینوکس بشیم و از این مقدمات عبور کنیم. به این دلیل که شما داکیومنت رو میتونید هر وقت دلتون بخواد بخونید، هر وقت که نیاز داشته باشین سرچ کنید توی اینترنت و اون حالا فلگ یا هر چیزی که نیاز داشته باشین رو از توی اینترنت پیدا کنید و بعد صرفا ازش استفاده کنیم به همین راحتی. اگر که بخوایم که از در واقع کاماند لست خارج بشیم، از این محیط در واقع خارج بشیم و برگردیم به محیط قبلی ترمینال خودمون، میتونیم از در واقع دکمه کیو استفاده کنیم. شما اگه کیو رو بزنین از این کاماند لست در واقع خارج میشه و به محیط ترمینال برمیگرده. کاماند بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم کاماند هده. بعضی وقتا پیش میاد که صرفا میخوایم چند خط ابتدایی یک فایل متنی رو ببینیم و نیازی نداریم که کل اون فایل رو ببینیم، صرفا میخوایم 3 یا 4 خط ابتدایی اون فایل رو ببینیم و بعد دوباره از اون محیط خارج بشیم. صرفا میتونیم از کاماند هد استفاده کنیم. هد به چه صورت کار میکنه؟ به این صورت که شما هد رو تایپ میکنین، یک دش میزنین و ان کاراکتر n، یعنی که به این صورت که داریم میگین که آقا من میخوام تعداد خطوطی که بهم نشون میده رو میخوام اینجا مشخص کنم. و اینجا عبارت 2 رو میزنین و بعد اسم اون فایلی که میخواین در واقع محتواشو ببینین اینجا میزنین، sample.txt رو میزنین و انتر رو میزنین. همونطور که میبینین در واقع 2 خط اول این فایل رو من نشون داد. شاید براتون سوال بشه که اینجا چرا 4 خط رو من نشون میده. دلیلش اینه که شما اگر که اینو با ادیتور باز کنید متوجه میشین که اینجا 4 خط نیست و ترمینال صرفا برای اینکه کل محتوا رو به شما نشون بده داره این رو توی 4 خط برای شما میشکنه. و یک کاماند دیگه هم داریم که برعکس این کاملا کار میکنه به نام تیل. کاماند تیل قشنگ میاد این روند رو برعکس در نظر میگیره. میگه که من از انتها شروع میکنم فایل رو به شما نشون دادن، شما به من بگین که چند خط انتهایی فایل رو میخواین و من همون رو بهتون نشون بدم. tail n و 2 رو میزنیم و بعد sample.txt. به این صورت همونطور که میبینین 2 خط انتهایی رو با ما نشون داد. اینم از این 2 تا کامندی که در موردش قرار بود صحبت بکنیم. کامند بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم کامند WC هستش یا word count. کامند WC چیکار میکنه؟ کامند WC شروع میکنه تعداد کلمات یک فایل متنی رو براتون میشماره. WC رو میزنم sample.txt. همونطور که میبینید تعداد کلمات، تعداد لاین‌ها و همه رو به صورت جزئی و اون نشون داد. حالا اگر که شما بخواید که فقط تعداد لاین‌ها رو داشته باشین WC-L رو میزنید و بعد sample.txt رو میزنید، بهش میدین و میگه که 39 تا لاین داره، همونطور که توی این ابتدا اینجا هم بهمون نشون داده بود. اینجا همه رو یک جا بهمون نشون داد و اگه بخواید مجزا در نظر بگیرین میتونه اینجا بهتون راحت بگه. بهش میگه فقط تعداد خطوط و تعداد لاین‌ها این فایل رو بهم بده و به اون 39 رو خروجی میده. میگه فایل sample.txt 39 لاین داره، در واقع 39 لاین متن داره. یک پارامتر دیگه که میتونید به WC بدین اینه که WC-C رو بهش بدین. تعداد بایت هایی که در واقع این فایل تکست داره رو بهتون نشون میده، همونطور که اینجا هم نشون داده بود. اگر که بخواین که در واقع تعداد کاراکترها رو صرفا نشون بدین، در واقع خروجی رو بگیرین، تعداد کاراکترها رو صرفا خروجی بگیرین، میتونین از پارامتر -m استفاده کنین، WC-m و بعد sample.txt. به این طریق شما صرفا تعداد کاراکترها رو به صورت خروجی دریافت میکنین. همونطور که در اواسط این ویدیو در موردش صحبت کردم، ما یه سری ادیتور داریم که در واقع داخل ترمینال شما میتونید ازش استفاده بکنین، از جمله نانو، از جمله وی آی، از جمله ویم، از جمله نئو ویم که حالا اخیراً خیلی باب شده. اینها هم در واقع جزئی از این تاپیک کار کردن با فایل‌های متنی محسوب میشن. منتها هر کدوم از اینها یک تاپیک مجزا به این واسطه که خیلی یعنی یاد گرفتن اینا زمان میبره و صرفا توی ویدیوی 20 دقیقه‌ای نیم ساعتی نمیتونید شما اینو جمع بکنین. در نظر دارم که برای ادیتور وی آی یا ویم یا حالا نئو ویم یک کدوم از این سه تا
احتمالا برم سراغ ناویم یک ویدیوی مجزا ضبط کنم که به صورت کامل همه چی رو در موردش توضیح بدم، چه جوری کاستومایزش کنیم، چه جوری ازش استفاده کنیم، این حرفا، چه جوری میتونیم روش پلاگین نصب کنیم به عنوان مثال. و در نظر دارم که اون رو یک ویدئوی مجزایی در نظر بگیرم. دیگه داریم ما به نام کامند grep. کامند grep چیکار میکنه؟ کامند grep در واقع اون کاری رو که ما واسطه لس انجام دادیم منتها توی محیط خودمون کامند رو در واقع میاد خارج از اون محیط به ما یه کامند دیگه داریم به نام کامند grep. در واقع کامند grep کاری که میکنه اینه که در واقع میاد پیدا میکنه اون عبارت، جمله یا کلمه‌ای که ما در نظر داریم برای پیدا کردن توی فایل متنی یا توی یک متن. به چه صورت کار میکنه؟ به این صورت که شما کل اون فایل متنی رو بهش میدین و به واسطه grep بهش میگین که این کلمه رو توی این فایل برای من پیدا کن. به عنوان مثال ما روی همین فایلی که داریم grep رو میزنم، مثلا میخوام کلمه، بذارین اول ببینیم که چه کاراکترهای و کلمه هایی داریم چون به زبان دیگه نوشته شده. و خب همونطور که میبینین اینجا کل اون فایل تکست رو بهم نشون داد. من یک کلمه رو میخوام ازش، مثلا این کلمه MI رو میخوام در واقع برام پیدا کنه به واسطه grep. یک کامند دیگه هم ما داریم به نام کامند grep. کامند grep چیکار میکنه؟ میاد اون کلمه‌ای که شما مد نظرتون هست رو توی یک فایل حالا متنی براتون پیدا میکنه. به عنوان مثال من میخوام که کلمه MI رو تو اون فایلی که ساختیم پیداش کنم. grep میزنم MI. حالا به چه صورت اینو میخوایم به MI بدیم؟ ابتدا باید این رو بریم اون فایل متنی رو بخونیم دیگه، درسته؟ پس من یک کت میزنم sample.txt و به واسطه کاراکتر or این رو در واقع خروجی این کت رو میدم به کامند grep که برامون MI ها رو پیدا کنه و اینتر رو میزنم. همونطور که میبینین ما اینجا در واقع 1 2 3 4 1 2 3 4 و 1 2 3 11 تا در واقع کلمه 11 بار MI توی این استفاده شده. و اگه دقت کرده باشین اینجا کلمه هم میتونه نباشه، به صورت مجزا در نظرش نگرفته. مثلا اینجا MI جزئی از یک کلمه است. خب این هم از کامندهای بیسیکی که در واقع ما هنگامی که با فایل‌های متنی کار میکنیم معمولا ازشون استفاده میکنیم. لزوما کامندهای دیگه هم هست، خب میتونیم ازشون استفاده بکنیم ولی لزوما کاربردی نیستن و خیلی به کارمون نمیاد. از اونجایی که این دوره کلا مقدماتی و از اونجایی که میخوایم هر چه سریعتر وارد مباحث پیچیده‌تر بشیم خیلی وارد جزئیاتشون نمیشیم، ولی اگر که بخواید میتونین داخل داکیومنتاشون بخونین یا میتونین از همین کامند من استفاده کنین و خب هر کدوم از اینا یک داکیومنتی دارن میتونین مطالعه کنین، کامندشون، پارامتراشون رو میتونین بخونین و ببینین که به چه صورت کار میکنه. خیلی ممنونم که تا اینجا وقت گذاشتین، امیدوارم که لذت برده باشین. اگر که نظری دارین تو بخش کامنت ها لطفا برام بذارین. تا ویدئوی بعدی.